بنابه اطلاع ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان جسد یک دختر نابالغ را که هنوز روز 30 ایول غرق شده بود بعد قریب یک هفته جستجو نیمه دوم روز 5 آگوست تخمیناً ساعت 16 از دریای وخش پیدا کردند. این دخترک 17 ساله ساکن دهه گلشن جماعت دهات گلشن نویه فرخور بوده که هفته گذشته روز 30 ایول در موضع سر پول جماعت شهرک بختاریان نویه کوشانیان هنگام آببازی در دریای وخش غرق شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده رعایت نکردن قاعده‌های آببازی هنگام شناوری را سبب غرق شدن این دختر نامیده است. نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان جسد این دختر جوانمرگ را حدوداً 1 کیلومتر دورتر از جایی که غرق شده بود پیدا کرده و برای تشخیص و تحقیق به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. بنا به اطلاع دریافتی از اول سال در کل دریاهای تاجیکستان حدود 60 نفر غرق شدند. تقریبا نصف آنها را نابالغان تشکیل می‌دهند.